الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل مطالبی رو درباره منزل انابت و رجوع همه جانبه به طرف الله متعال عرض کردم. در این برنامه میپردازیم به بیان منزلی دیگر و مرحله دیگر از مراحل و منازل سیر و سلوک به طرف الله متعال. منزل بعدی و ایستگاه و جایگاه بعدی که انسان در آن باید توقف بکند، وارد این مرحله جدید بشود، تذکر هست. تذکر عکس نسیان و فراموشی است. یعنی این که انسان همیشه مطلبی را به خاطر داشته باشد، همیشه آن چیزی که برایش سودمند هست و جز اهدافش هست و یک شیء ارزشمند و با قیمت هست، در این مسیر هدایت و سیر و سلوک الی الله تعالی، اینو باید همیشه در ذهن و خاطر خودش داشته باشد، نه این که لحظه‌ای بیاد باشد و لحظاتی دیگر فراموش بکند. مرحله تذکر مرحله‌ای هست که قرین انابت هست، همراه با انابت، همون مرحله قبلی که خدمت شما عرض کردم. الله متعال در باره تذکر و درباره این مرحله می‌فرمایند و ما یتذکر الا من ینیب. فقط آنهایی که انابه دارند، آنهایی که اهل رجوع همه تن و همه جانبه هستند به طرف الله، اینها اهل تذکر هستند. اینها اهل یادآوری و به خاطر آوردن دستورات الله متعال و اهداف برگزیده هستند. یا این که الله متعال می‌فرماید تبصرة و ذکر لکل عبد منیب. این یک تبصره‌ای هست، بصیرتی هست و یک تذکر و یاددهانی هست برای هر انسانی که منیب هست، مرحله قبلی سیر و سلوک به طرف الله متعال. و اساساً این تذکر یکی از ویژگی‌های اولوالالباب هست، آنهایی رو که الله متعال به عنوان صاحبان عقل و خردمندان آنها را معرفی کرده. یکی از ویژگی‌هایشان همین تذکر و یادآوری هست. الله متعال می‌فرمایند که انما یتذکر اولوالالباب. اولوالالباب هستند که پند میگیرند، به خاطر دارند، اهل تذکر و اندیشه هستند. پس بنابراین این مرحله یک مرحله مهمی هست و قرین و همزاد مرحله قبلی، یعنی انابت به درگاه الله متعال هست که این مرحله رو انسان باید همیشه به خاطر داشته باشد. و همان گونه که من عرض کردم، این به معنی ضد فراموشی هست، یعنی همیشه ذهن انسان بیدار باشد، این مطالب را، دستورات را، نواهی را، این ثمره تفکر را که قبلا اینو حاصل کرده، همیشه این را در ذهن خودش داشته باشند. الله متعال در مورد تذکر و به خاطر داشتن آیات ظاهری خودش، آیاتی که آیات قرآن هستند، این بحث جداگانه هست، آیات و نشانه ها و دلایل قدرت و وحدانیت الله متعال در میان انسانها و در حیطه نفوذ و تحت نظر انسانها هستند. الله متعال می‌فرماید و کم اهلکنا قبلهم من قرن
هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد. ما قبل از اینها گروه هایی رو، ملت هایی رو هلاک کردیم که از اینها مقتدرتر بودند. هل من محیص. و در ادامه نکته رو میخواد که من از آن استدلال میکنم. اون نقطه این است که الله متعال میفرماد ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. این تذکری هست، این یک پندی هست، مایه یاددهانی هست. برای چه کسانی؟ اول لمن کان له قلب، اون کسی که قلب داشته باشد، او القى السمع، بشنود، گوش فرا بدهد، و هو شهید، در حالتی که حاضر باشد، حضور داشته باشد. در این آیه الله متعال انسانها را به 3 قسمت تقسیم کرده. نوع اول اونهایی که قلبشون قلب مرده‌ای هست، قلبشون قلب مرده‌ای هست. کسانی که قلبشون مرده هست، اینها به هیچ عنوان اهل تذکر نیستند، هیچ گونه منفعتی را حاصل نخواهند کرد. نوع دوم گروهی هستند که قلبشون بیدار هست، زنده هست، استعداد دارد، صلاحیت دارد، منتها گوش فرا نمیدهند، گوش خودشون را بستند، نمیخواند گوش فرا بدهند، تصمیمی برای شنیدن ندارند. این چنین افراد و این گروه هم هیچ گونه سودی را نخواهند برد. و گروه سوم گروهی هستند که هم قلب دارند و هم قلبشون زنده هست، حیات دارد، نبض زندگانی و حیات در آن وجود دارد، و هم اهل استماع هستند، گوش میدهند، حرف حق را میشنوند، و هم این که حضور دارند، شهیدند، یعنی حاضرند، همه تن و با تمام وجود حضور دارند، متوجه شما هستند، میشنوند حرف شما را، و قلب هم دارند. این نوع سوم هست که از تذکر در واقع منفعتی رو حاصل میکنند، همون گونه که الله متعال میفرماد ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. پس بنابراین گروه اول اگر بخوایم مقایسه بکنیم مانند یک انسانی هست که نابینا هست. گروه اول که قلبشون قلب مرده‌ای هست مانند انسانهای نابینا هستند. هرچند روشنایی باشد، هرچند که شما اتاق را، یک محلی را روشن بکنید، نور را اضافه بکنید، اونها به هیچ عنوان نمیبینند. گروه دوم گروهی هستند که چشم دارند، میتوانند ببینند، اما چشمشون را به یک طرف دیگر خیره کردند و بستند. اینها هم به هیچ عنوان نمیتوانند که هدف را ببینند و اهل تذکر هم نیستند. فقط آنهایی میتوانند که از نعمت بینایی خودشان استفاده بکنند، هدف را ببینند، راه حق را ببینند و بر این مسیر گام بزنند که بینا باشند و به طرف مقصد و راه هدایت نگاه بکنند و هدف هم داشته باشند، انگیزه داشته باشند برای رفتن و رسیدن به این هدف. این انسان‌هایی هستند که میرسند به هدف و از این دیدهشان و از این بصیرت و از این قلب میتوانند که استفاده بکنند. شیخ الاسلام ابو اسماعیل هروی خواجه عبدالله رحمت الله علیه درباره منزل تذکر و این مرحله یک مطلبی رو بیان کردن و میگویند که مبنای تذکر و اساس و بنیاد تذکر و این مرحله 3 چیز هست. این مرحله تذکر 3 اصل و 3 پایه دارد. اگر این 3 اصل و 3 پایه رو شما داشتید، اینها رو محکم گرفتید، از این تذکر و از این مرحله شما در واقع استفاده میبرید. اولین مرحله اش و اولین پایه اش بهره بردن از موعظه هست. بهره بردن
و انتفاع از مواعظ و موعظه ها و نصیحت ها. و مرحله دوم استبصار عبرت هست، یعنی حفظ آثاری که شما در مرحله قبل، مرحله تفکر، اونها رو حاصل کردید، یعنی حکمتی و علم نافی که شما اونها رو حاصل کرده بودید در مراحل قبلی، اون آثار تفکر را و اون در واقع هدفهایی رو که در اونجا بهش رسیدید اونها رو حفظ بکنید. و مرحله سومش و بنا و زیر بنای سومش رسیدن به ثمره تفکر هست. رسیدن به ثمره تفکر. ثمره تفکر علم نافع هست، حکمت هست که انسان اونو حاصل می کند. و ثمره این علم نافع عمل صالح هست، یعنی این که مبنای و زیرساخت مرحله تذکر سه چیز هست: انتفاع به موعظه و حفظ حکمت و علمی که شما قبلا در مرحله تفکر حاصل کردید، و سومین زیربنا رسیدن به ثمره تفکر هست، یعنی عمل صالح. و در مورد عظه و به تعبیر دیگر همان موعظه، موعظه یعنی همان امر و نهی، امر و نهی که مقرون با ترغیب و ترهیب هست، امر و نهی که از جانب الله متعال صادر شده، در کنار ترغیب و ترهیب، در کنار وعده هایی که الله متعال داده که اگر این کار را بکنید فلان و فلان ثواب و فلان نعمت به شما میرسد، و ترهیب که اگر فلان گناه را انجام دادید فلان مجازات را شما حاصل میکنید. الان نقطه اینجا هست که چه کسانی میتوانند از این موعظه استفاده بکنند؟ موعظه برای چه کسانی اساساً سودمند خواهد شد؟ چه کارهایی را شما انجام بدهید که می توانید که با این کارها از موعظه بهره برداری بکنید و موعظه به نفع شما تمام بشود؟ شیخ انصاری رحمت الله علیه می فرمایند که از موعظه بعد از 3 چیز انسان می تواند که استفاده بکند. موعظه مفید خواهد بود برای شما، منتها بعد از حصول 3 چیز و 3 مورد که اینها رو باید داشته باشید. مورد اولی که ایشون بهش اشاره کردند شدت افتقار هست، یعنی شدت نیاز و احساس نیاز کردن. این که شما به این موعظه و به این پند و به این ترغیب و ترهیب، امر و نهی که از جانب الله متعال شده احساس نیاز بکنید. تا زمانی که انسان احساس نیاز نکند، به هیچ عنوان از موعظه و از پند و نصیحت و از قرآن و حدیث به هیچ عنوان نمیتواند که بهره برداری بکند. این مورد اولش هست. موعظه زمانی برای شما کارگر خواهد بود و مفید واقع خواهد شد که شما احساس نیاز بکنید به موعظه، احساس نیاز بکنید که اوامر الله متعال را و نواهی الله متعال را بشنوید، احساس نیاز بکنید برای شنیدن ترغیب و ترهیب ها، وعده ها و وعیده های الله متعال. این نقطه اول. و نقطه دوم نادیده گرفتن گوینده. چشمتان را از گوینده ببندید، یعنی این که دنبال و در پی سراغ و برای پیدا کردن عیب گوینده نکوشید. نگویید که فلانی که به ما نصیحت میکند، ما را موعظه میکند، خودش چنین و فلان چنین و چنان هست، خودش فلان و بهمان گناه را انجام داده. اگر شما واقعا میخواهید که از موعظه استفاده بکنید، قطع نظر از این که گوینده کیست، چه کسی هست، چه منصبی را دارد و چه جایگاهی را دارد، قطع نظر از این شما به گفتارش نگاه بکنید،
به نقل قولی که از جانب الله و رسول الله به شما ابلاغ می کند و نقل می کند به آن توجه بکنید. به خود گوینده که چه کاره هست به این هیچ گونه توجهی را نداشته باشید. و مورد سوم تذکر وعد و وعید هست. یعنی انسان وقتی که موعظه را میشنود در کنار شنیدن موعظه اگر بیاد داشته باشد وعده و وعیده های الله متعال را از این موعظه استفاده میبرد. پس بنابراین آنگونه که شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرمایند برای منفعت حاصل کردن از نصیحت و وعظ و سخنرانی علما 3 چیز شما لازم دارید. اول شدت افتقار و احساس نیاز به شنیدن موعظه، و مورد دوم چشم بستن از عیوب گوینده، دنبال معایب گوینده نباشید، و سوم تذکر و به خاطر داشتن وعده ها و وعیده های الله متعال. اگر این 3 مورد را شما در واقع داشته باشید شما به نتیجه خواهید رسید و از این موعظه شما منفعت حاصل میکنید. انسان چه زمانی به موعظه نیاز پیدا میکند؟ موعظه عرض کردم که همین ترغیب و ترهیب هست که از جانب الله متعال در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. به هر مقدار و هر میزانی که انابت و تذکر شما ضعیف باشد، انابت مرحله قبلی بود که من عرض کردم، یعنی رجوع همه تن به طرف الله متعال، و تذکر یعنی بیدار بودن ذهن و خاطر شما به خاطر داشتن اوامر و نواهی الله متعال. به هر میزان و به هر سطحی که انابت و تذکر شما ضعیفتر باشد، خفیفتر باشد، شما نیاز بیشتری به موعظه دارید، نیاز بیشتری به ترغیب و ترهیب دارید از جانب الله متعال. و هر اندازه که انابت و تذکر شما بیشتر باشد، قویتر باشد، در اون صورت نیاز شما به ترغیب و ترهیب در واقع کمتر هست. منتها این نقطه رو باید به خاطر داشته باشید، در صورتی که تذکر و انابت شما بیشتر باشد در اینجا شما به ترغیب و ترهیب چندان نیازی رو ندارید، اما به یک چیز دیگر نیاز مبرمی رو دارید و اون حاجت شدید و نیاز شدیدی هست که شما به شناخت امر و نهی دارید. در حالتی که شما اهل انابه هستید، اهل رجوع هستید، اهل توبه هستید، اهل تذکر هستید، یعنی این که همیشه در ذهن شما وجود دارد که شما سالک الی الله هستید، شما در مسیر و در راه رسیدن به طرف الله متعال هستید، در راه پرهیز و فرار از شیطان هستید تا این که به طرف الله متعال برسید. تا زمانی که شما این انابت را دارید و این رجوع را دارید و این تذکر و این بیداری قلب و بصیرت را شما دارید، شما در این مرحله نیاز بیشتری دارید به این که در واقع شناخت امر و نهی الله متعال را بیشتر داشته باشید. هرچند که شما قلب شما بیدار هست، اهل تذکر هست، و هرچند که شما در واقع اهل انابت و رجوع به طرف الله متعال هستید، در این مرحله هرچند بیشتر که شما با اوامر و نواهی الله متعال بیشتر اطلاع داشته باشید، آگاهی بیشتری را داشته باشید، این برای شما مفیدتر هست و ضامن سلامت شما هست در راستای انجام اوامر الله متعال و پرهیز از منهیاتی که الله متعال در واقع اونها را مشخص کرده. پس بنابراین هرچند که شما انابت و تذکرتان ضعیفتر باشند، به ترغیب و ترهیب نیاز بیشتری دارید، و هرچند که انابت و توبه و تذکر شما بیشتر و بالاتر باشد، به شناخت دستورات الله متعال، به امر و نهی الله متعال شما در واقع نیاز بیشتری را در این زمینه دارید. مراد از موعظه 2 چیز هست. مراد از موعظه و وعظ 2 چیز هست. یکی امر و نهی که قبلا عرض کردند که مقرون با رغبت و رهبت هست.
همراه با ترغیب و ترهیب هست. این یک مطلب. مطلب دوم خود ترغیب و ترهیبی هست که از جانب الله متعال در واقع برای من و شما معرفی شده. اون کسی که منیب هست، از اهل انابت هست، متذکر هست، عرض کردم که نیازمندی شدیدی رو دارد به امر و نهی الله متعال. به سه قسمت در اینجا تقسیم می شوند. اون کسی که اهل انابت هست، اهل تذکر هست، اهل توبه هست، قلبش بیدار هست، همیشه مواظب خودش و مواظب اعمال خودش هست، این نیاز شدیدی دارد به امر و نهی الله متعال، که امر و نهی الله متعال را کاملا بشناسد. و اون کسی که غافل هست، معرض هست، اعراض کرده از الله متعال، دور شده از الله متعال، این انسان نیاز شدیدی به ترغیب و ترهیب دارد. نیاز شدیدی دارد به این که شما از عواقب در واقع نافرمانی ایشون رو بترسانید و از عواقب اطاعت ایشون رو در واقع آگاه بکنید و امیدوارش بکنید. این مورد دوم هست. و اون کسی که معارض هست، اون کسی که در واقع نمیپذیرد، معاند هست، نه این که اهل تذکر هست مرحله دوم، نه این که اهل غفلت هست، از این فراتر اهل مجادله هست، اهل معارضه هست، دشمنی هست، اهل معانده و مجادله هست. این نوع سوم نیاز به مجادله بالاحسن دارند که باید با چنین انسانی وارد مناظره شد، وارد مجادله شد، اون هم مجادله بالاحسن، اون گونه که الله متعال اینو برای ما در آیات قرآنی تبیین کرده. این سه مورد رو الله متعال در واقع برای ما کاملا مشخص کرده و که با این سه نوع ما چگونه برخورد بکنیم. گروه اول اهل تذکر و انابه هستند، گروه دوم انسانهای غافل و گروه سوم انسانهایی که نه تنها اینکه غافل هستند بلکه اهل مجادله هستند، اهل ستیز هستند و انسانهای خیره سری هستند. الله متعال به ما دستور داده که ادعو الی سبیل ربک. این یک دستور کلی هست. ادعو الی سبیل ربک، به سوی پروردگار خودت دعوت بده. دعوت یک وظیفه همگانی هست برای تمام من و شما. خب ابزاری که ما در این دعوت نیاز داریم و مراحلی و طیفه های متنوعی از مردم که در جلوی روی ما هستند، چگونه اونها رو ما باید دعوت بدیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اون کسی که اهل تذکر هست، اون کسی که اهل انابت هست، اون را با حکمت باید دعوت داد. حکمت یعنی علم نافع. حکمت یعنی علم نافع. عرض کردم اونهایی که اهل تذکر و انابت هستند نیاز به حکمت دارند، یعنی نیاز به علم دارند و نیاز به شناخت امر و نهی الله متعال دارند. خب این مرحله اول هست. مرحله دوم که موعظه حسنه هست برای انسانهای غافل هست. برای انسانهای غافل، هرچند انسان بیشتر غافل باشد نیاز به موعظه حسنه دارد، یعنی نیاز به بیان ترغیب و ترهیب دارد. و اون کسانی که اهل جدال هستند، انسانهای ستیزگری هستند، حق رو قبول نمی کنند، و جادلهم بالتی هی احسن، با روش احسن در واقع ما باید با اونها جدال بکنیم و اونها رو وادار بکنیم به این تذکر و به این که برگردن به طرف الله متعال. پس بنابراین ما باید سعی بکنیم که این مرحله تذکر را حتما داشته باشیم. اگر واقعا اهل انابت هستیم نیاز به علم داریم در این زمینه، اگر اهل غفلت هستیم نیاز به ترغیب و ترهیب داریم، و اگر انسانهایی اهل ستیزه هستند، اهل جدال با الله متعال هستند، اهل دشمنی و عناد با قرآن و حدیث هستند، اینها نیاز به جدال احسن دارم. امیدوار هستم که الله متعال به همه من و شما توفیق بدهد که این مراحلی را که تاکنون عرض کردم، این مراحل را
طی بکنیم، بپیماییم و از هر مرحله خوبی‌هایش و ثمره‌های مفیدی رو که دارن انشالله همراه داشته باشیم تا اینکه بتوانیم مراحل دیگر را و منازل دیگر را که در راستای سیر و سلوک به طرف الله متعال هستند همه اینها را، این فواید را داشته باشیم و مراحل دیگر را هم انشالله طی بکنیم. تا برنامه دیگر و منزلی دیگر از این منازل شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.